برادر و خواهر عزیز، به هوش باش. توبه کردن از گناهان از یادت نرود. مبادا مرگ به سراغ ما بیاید در حالی که تا حال از گناه بینمازی و بیحجابی، از صحبتهای محرمانه با همدیگر، از تماشای رسم و نوارهای فحشا و بیحیایی و پهن کردن آن در شبکه‌های اجتماعی و از دیگر گناهان پنهانی و آشکارا توبه نکرده باشیم. حال ما چی می شود وقتی به پیشگاه احکم الحاکمین حاضر شویم در حالی که از گناهانی که تنها خودمان میدانیم و خدا توبه نکرده انبار گناه را با خود برده باشیم؟ العیاذ بالله. برادران و خواهران عزیز، به هوش باشید. عاقبت توبه نکردن از گناهان خیلی خطرناک است. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت به هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر. هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است.